اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تبت یدا ابی لهب و تب. دستهای ابولهب یعنی پدر شعله های آتش خشک شود و خود او هم هلاک شد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مال او و دسترنجش از وی تباهی و عذاب را دفع نکرد. سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. به زودی به آتش شعله‌وری داخل می شود و همسرش نیز آن زنی که پشته هیزم را به دوش می کشید. در گردن او که به زیورها مزین شده است ریسمانی از لیف خرما حلقه زده است. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.